سلام دوستان، امروز میخوایم از تفاوت 16 پرو مکس و 15 پرو مکس به شما بگیم که ببینید آیا اصلا ارزش ارتقا داره یا نداره، که سوال خیلی از شما عزیزانه. خب اول از همه از تغییرات صفحه نمایشگر بهتون بگم که نمایشگر 16 پرو مکس 6.9 اینچه ولی 15 پرو مکس 6.7 اینچه که طبیعتاً صفحه نمایشش بزرگتر شده و یه مقداری هم سنگین‌تره نسبت به 15 پرو مکس. خب بریم به بخش پردازنده و سخت افزاری دستگاه‌ها. 16 پرو مکس از لحاظ پردازنده قوی‌تر شده نسبت به 15 پرو مکس و 15% سریع‌تر عمل می‌کنه و 20% مصرفش هم کاهش پیدا کرده. خب میرسیم به بخش دوربین که میدونم برای خیلیاتون خیلی مهمه. دوربین 16 پرو مکس 48 مگاپیکسل شده در حالی که 15 پرو مکس 12 مگاپیکسل بوده. از لحاظ سخت افزاری هم یه دکمه دسترسی سریع به دوربین توی 16 پرو مکس طراحی شده که باعث میشه که دسترسی راحت به زوم و فوکوس داشته باشید. ظرفیت باتری 16 پرو مکس نسبت به 15 پرو مکس 10 وات افزایش پیدا کرده، یعنی از 15 به 25 وات ارتقا پیدا کرده که باعث میشه که شارژ بی‌سیم این دستگاه فوق العاده سریعتر بشه. خب در کل 16 پرو مکس برای شما عزیزانی هستش که دوربین خیلی قوی تر میخواین، صفحه نمایش بزرگتر میخواین و گوشی خیلی قوی تر میخواین. اما اینکه آیا 15 پرو مکس ارزش ارتقا داره یا نه نسبت به 16، اینو میذارم به عهده خودتون. تو کامنت ها بهم بگین.